سلام بچه‌ها، بیگاس بریم برای مدلینگ. این بار قراره که مدل هالووینی بشم. اینجا هم ساختمون سالونه که واحد اولش سالن زیبایی کالونه. الانم رسیدم و واحد اول رو بزنید تا برسید به سالن. اینجا هم نمای کلی از سالونه که اینجا میکاپ، اکستیشن، خدمات ویژه موژه، بافت، رنگ، ناخون و خیلی چیزای دیگه انجام میشه. دیگه بریم سراغ گیریم. وسایلشون از نظرم خیلی زیاد بود. اول پوستم رو زیر ساز زدم، بعدش هم سایه که یه سایه ملیح و کمرنگ برای قسمت آروم و ملیح پوستم زدم. یه خط طور قهوه‌ای هم کشیدن و فیدش کردن. به نظرم همینجاش هم خوب شده بود آرایش چشمم، ولی هنوز کلی ادامه داشت. برام مداد چشم زدن که سخت بود، ژل ابرو زدن و مرتبش کردن و بعدش هم برام فرموژه زدن که خیلی هم اهمیت میدادن که اذیت میشی یا نه و هی به من میگفتن اذیت میشی، من میگفتم نه. بعدش باز اون مداد چشمه رو با یه رنگ دیگه دوباره روش کشیدم و واقعا این تیکه برای من سخت بود. بعد کرم پودر زدن که کاملا توضیح میدادن که این کرم پودر گیاهیه، مثلا این اینجوریه و اینا. فیدش کردن و تا همینجاشم به نظرم تغییر کرده بودم، اما هنوز کلی ادامه دارد. قشنگ کلی زدن، بعد کانسیلر زدن برام و حتی اون جاهایی که میخواستن یه نوری بیفته و روشن‌تر بشرم کانسیلر زدن که یکیش قسمت پیشونی بود، یکیش هم چونه و بعد فیدش کردن. کارشون واقعا خوب بود. بعد برام کانتور زدن و قسمت گونه و این فکو زدن که یه خورده صورتم از گردی در بیاد، چون خیلی صورتم من گرده همونطور که تا الان دیدید. بعد همه رو با بیوتی بلندر بلند کردم و اون کانتورم با براش. خلاصه کلی بلندش کردن تا خب یه چیز خوبی در بیاد دیگه. این کارم از آموزشایی که خودشون دیدن و آموزشایی که میرن گفتن که استعداد میکاپ دارم و منم خیلی خوشحال شدم چون واقعا علاقه دارم به این کار. خلاصه بعدش برام رژگونه زدن دیگه، فیدش کردن و با پودر فیکس همه اونا رو خوش کردن که واقعا بچه‌ها رو میزم که میدیدم واقعا از مارکای خوبی استفاده میکردن و مارکای ارزون و به درد نخور نبودن. خلاصه بعدش ابرومو درست کردن، رنگ ابرومو ساختن و با براش کشیدن و واقعا من فکر نمی‌کردم که ابرو انقدر توی چهره تاثیر داشته باشه، ولی خب مثل اینکه داره. بعدش باز میکاپ چشممو تکمیل تر کردم و چون من سرما خوردم یه خورده صدام گرفته. خلاصه بعد رنگ روژمو ساختن که به من و به میکاپم بیاد و اونو زدن که به نظرم رنگ خوبی بود. بعد دوباره همه میکاپ رو خوش کردن و رفتیم برای موژه گذاری که یه سری موژه مشکی گذاشتن برام چون باز موژه قهوه‌ای نبود و باز 10 تا موژه رو برداشتیم گذاشتیم تا ببینیم کدومش بهم میاد که آخرش اینو انتخاب کردیم که به نظرم بد نشد، برای عکاسی خوبه، بد نیست. و بعدش هم برام ریمل زدن و من گفتم که مگه روی موژه مصنوعی ریمل میزنم و گفتن بله، به خاطر اینکه
مژه های مصنوعی به مژه های طبیعی خودت بچسبه و طبیعی تر به نظر بیاد. و بعدش بازم رفتن سایه زدن پشت پلکم و اونا هی سعی می‌کردن که پررنگ تر کنن و با زیر چشمم که این بار خورده بیشتر یاد گرفته بودم و کمتر اذیت شدم. و بریم سراغ گریم که واقعا برای گریم ذوق داشتم و بله تا اینجا میکاپ بود. گریمم هم قرار بود گریم اسکلت باشه. انقدر گوشتم بود حین کار داشتم یه چیزی میخوردم، چون دقیقا من بعد مدرسه ساعت 12:30 اومدم اینجا تا ساعت 9 شب اینجا بودم و هیچی به جز یه ویفر نخوردم. خلاصه اون تیکه‌ای که بعد مشکی میکردن رو کشیدن و بقیه پوستم رو سفید کردن که باز اینجا هم داشتن توضیح میدادن که مارکش چیه. البته من که سرتم نمی آوردم اما میگفتن که خیلی خوبه و بلندش کردن و تا الان که اینجوری شد. این طرف میکاپ بود، این طرفم گریم، ولی خب هنوز تموم نشده و واقعا سخته و کسانی که فکر میکنید مدل بودن آسونه، نه اصلا اینطور نیست. چه مدل لباس باشی، چه میکاپ و چه حالا هر چیز دیگه، هم به خودت آسیب میزنه، هم باید خیلی صبور باشی. همطور که گفتم من از ساعت 12:30 تا ساعت 9 اینجا هم و واقعا باید صبور باشی و واقعا سخته. خلاصه داخل دایره‌ای که کشیده بودن و مشکی کردن و بینیمو سیاه کردن شبیه اسکلت و یه سری رده هایی انداختن که یه خورده مثلا ترک خورده طور باشه و دهنمو کشیدن که مثلا یه دندونای اسکلتی طوره که این هنوز تکمیل نشده ولی تا اینجا خیلی خوبه و اینم تکمیلشه که به نظرم خیلی خوب شد. ولی خب چون رنگا چرب بودن یه خورده پخش شد، لطفا به هم توجه نکنید، خیلی بده. این هم بسیار عدالت پاره بود که برای خودم در بردم. اگر از اینجور ویدیوها دوست دارید منو ساب کنید، این ویدیو و ویدیوهای دیگر رو لایک کنید و حتما تو کامنت ها بگید که دوست دارید چه نوع ویدیوهایی براتون بذارم، چون من هر ویدیویی که بگید رو میذارم، چه همینجوری مدل، گریم، میکاپ، نقاشی و خیلی چیزای دیگه، ولاگ. خلاصه دیگه همین دیگه، چقدر گفتم خلاصه همین دیگه. بای، بوس به کلتون، خدافظ.